ای بی وفا یادم نکردی آی ربابه جان دل کبابه و کاغذ نامه شادم نکردی آی ربابه جان دل کبابه. السلام علیکم. سلام خیلی سلامت. چه هستی؟ شکر سلامت. شغلم گاز داری با. امیدم کمک بکن دو برو پیش چیز به آتش تروری کنم بودم. خب شغلم یک کار بکن. چیز بیا بریم این مدل برق من سکو بخونم. همین مدل برق من بخون خاطر کمی بچه خاله به چیز قبول ندارم من. مدل برق تو؟ ها. بهتر برق تو. چی؟ بهتریو. ها این که ما برق مصرف میکنیم میچله. خب بکه سواد ندارو. دیونه میفهمی. خب بره. اینا بگذاریم میگه. نانیم آتش میکنم. بره. نانیم آتش میکنم. ایلا چه کاره؟ سلام علیکم. خوبه سلامت جان شما جانه. شاغلام میاندم مثلا بخوره لالا. ایلا بعده. ابرو مرتو تا امیدی ببردی. ما دل سوزی خو تور بیاوردیم به می سرا آوردیم. متر برق هر وقت که قبض برق نمیشه شاغلام. تو ازی بازم هوشیارتری. خب این 10 نفر میاره به سر متر میاره که پام با سر وادر قبول نداره که شما دروغ میگین شما بلا ما پلان استنم یا که میگه میسلی پیگم موسا میسلی پیگم یا گزیری که سایکو هم 980 ریپه تا 20 ریپه کم از ریپه فرق چی چاره چیز این رسی گفته که شاغلام بله 3 سال 5 سال من میجگاه بشینم هر روز من دروغ میگن خب بیا چیز کن بخونه یک کاره بکنه و همین گیله کم که هسته بسته ببینی مثلا کمک سواد کمتره حق ازی به سلمون رو نخوریم خواهش بکنم با شما گیلا اگه به این 5 سال من از تو کرایه نمیستوندم سال 20,000 که حساب میکردی 1 لک ریپه میشد منتها ما دل سوزی به تو گفتن خیره باشه بیام اینجا هم پول متر برق خود تحویل که اگه دیشتی یا ندیشتی خب باشه دیگه خدا بیامرزه پیه تو گفتم که گیلک خودت نمه چی بیری نکنی گیلک ما و پیه تو دست بیریاری دیشتیم از این کشی خاله من بدم دست بیریاری خدا بیامرزه پیار من حیف می پیار من که خودت تو دست بیریاری دیشتر با این شاغلام که از تو 70 تخته کمتر داره این بی سواد ایر به کجا میبیره بنا بفهمو خود درجی امی چیزه میفهمه که امی مدر برقه تو حال مدر برق تا متر برق فرق نکردی با یک دیگه از خود خود بدتر می ببری برو شاغلان سکن متر برق چند بفهم با بالا باور کنید متر برق خدای یه مال هوشیاریه دو تا شما هوشیاره میفهمیده بره گیلک جو منو بگذارم کاسه حقتون بخوره آقار دیدی لالار دیدی شاغلام جا گفتی چنده شده چه کار شد بخونده آب خود بیا شاغلام بیا چنده شد بگو راست خو بگو شما نه بابا تو کار رو نه بزو کار دارم 2,75,000 2,75,000 پیشکش مادر تو ها دیگه خود دیگه میفهمه من امیر قبول دارم دیگه خدای خوب آدم قبول داری برو 2,75,000 به 2 سال خلاص میکنی به 2 سال به 200 سال برو چرا پس دروغ میخونی دروغ میخونی کی دروغ خود نبود 2,75,000 نوشته این بود بر راه میره سرپولو میره بیار دیگه تو متر برق بخونه اله ماما نورس بیا ماما نورس تیز بیای ماما نورس تیز سبب خوب گوش کش ماما نورس الف بجیگاری بیا از من خوشحال برو برفتو ماما نورس سخت گیری کرده ما خودی عزی بچه خاله داری همه گیلک بیچارم راست بگه همه دوبار دل واسه که مثلا همه پول برق خود خوره بسه عربی بدازه آنه ماما نورس جون سلام علیکم ماما نورس بیا این مدل برق ما رو نمش این آدم متر برق خود خور نمیتونه خونده نه حالا تو هست دیگه دو نفر دیگه من چیکار کنی ماما نورس اینا حقمه بسکینی خنکنده در بدر که من گشنگی میشه خونیم دومیرو میره این میخوره خوبم سرم خودی عزی دلسوزی نه چره خدا بیامرزه پیار ما اگه پیار ما نگفتی گیر به تا زمان زنده به می سرار نگاه در اکتور جل پست اکتور به تامی دی پرتای میکردم که اینجا شو ورز به تامی سرک میبیدی آخه ایلا ماما نوروز جون سعی کنیم شما آدم کلان فهمیدیم بس حمید غصب دیگه که بیامده
266 ریپیه دادم. خب. این حالا میگه یکی بیامده میگه 1020 ریپیه کم، یکی میگه 975 ریپیه، یکی میگه 970 ریپیه. من کدوم قبول کنم؟ مترها فرق میکنه. متر شما چرخیه یا کامپیوتریه؟ میشکشیم برادرها با تا سفره از اینا نون خوش پیدا نمیشه. متر کامپیوتری یا چرا میخندی؟ چرخی سخت مار خودی از این مردم ده به جنجال انداختی. چرخی و کامپیوتری با چیه؟ فرق میکنه دیگه. کامپیوتری خیلی پول برق میاره. نمیگه که بزی ساده بگن دیگه خوب لاره میشه. بیایم من اولاد لا یا الله بریم که بخونم بریم. خو اینا نمیفهم با مادر خوب بگو متر برق بخون. هر روز این برق بیای من خودی تو به جنجال اون. تو چی گرداری با بخونه دیگه؟ دهن به روزه تو را از این سرا و خونه بیره مندازم به میشه وای دیگه. من روزه ندارم با دیشب تصمیم گیش نمیدم. آخی تو که بسته می دیر بیاوردی که به این متر بخونم حالو جور نمیدی. حالا خونی پیدا شه. بیای ننه بیای ماما ننه بیای. سلام علیکم پیرزا به دجستانی خیریت بخیری شکر زنده باشی سلامت باشی. ننه شما بگیم بریم سعی کنیم همین مترک برق شما بخونین که ما از این جنجال فارغ شیم که اینا حق ما رای میخورم. میخورم من میگم بدیدی ننه اگه با دروغ میگم ننه با دروغ میگه. اگه ننه با دروغ میگه خب من دروغ نمیگم. بفهمیدین؟ بله. همین مترک بخونین که ما از این جنجال بگردیم. خوبه. اشتر دختر شما زویده خوبه؟ خوبه شکر الحمدلله. نمزادار کردیم یا نه؟ هنوز نمزادار نکردیم نه. چرا نزبادار نشده؟ نه نمزادار. من نزبادار نشده ما چون ما با هم میاییم با ما اشته نمیم نام خدا شاخ سوری تو سیگو میگو یک متر برق خونده نمیتونی دیگه تو دیگه چی بکری دیگه؟ بچه من دیگه تانی ندیم شما دیگه ما کی؟ شما اشته به بچه من تانی میده که متر برق خونده نمیتونی. حیفازی بچه من نکرده. خب اگه متر برق نمیخونی که چرا نفر میاره؟ خب ما گفتم شما بخونی بیتر ازی کرده. آنه چیزه خب ما داده به مادر تو گفتم بیا بخود سرینی نماده گناه چی دیگه؟ یعنی سه بدل میدیم به من حال رزیم شما از تو جون بیتر میبینم بیتره که ببینم دیار دیگه نه کار باشو بیاییم ما متر سعی کنیم ما یک دفعه بیاییم. دو زلفانت بود داری رو بابام جان چی میخوایی از این حال خرابم جان تو که با ما سر یاری نداری جان چرا بلبل نمیاد یه به سیل مایی جان میدانم لیلی جان تو بی وفایی میدانم لیلی جان تو بی وفایی کجیر برا رشتنی جنجیره آیالا کلان لیلی تو هم مدام سوال بدم از دم لیلی بفرما عمر کو کجیر یک نیکی بکو برا بیا برای این مدر برق مال بخونه خاطری که همه بچه خاله پیش محرام میخوره خیر بینی مدر برقش ما چه کار شده مدر برقش بخونه پول آماده قصب برق بیامده قصب برق بیامده میگم ما کمتر برق ما منجگاه و تصفیه شونده یه که من هرچه مثلا میگونم خاطر که هر کسی میارم یکیت میگه یکیت میگه یعنی یه لگو راست و دروغ بپیتی متر برقش ما کجا هسته به تصرا با بلنده خب مقدت من نمیرسه او بخونم تو به سر گردن خو میکنم بابا یک آدم هوشیارتر سواددارتری بود من سوادم ندارم من نمیفهم برو یکی دیگه اوش که میرم از اون باشه خیلی آدم دست برو پا برایم میارم از اون اشته یعنی حق ناحق میکنه نه بابا گردن تو من اگه لنگم دروغ بگه گیله دل خودی آدم خوبی نفته دل خیاه که داری برو بشوری بشوری نه مرد من عزیز دل که یخ میکنه روزه بدانی اما براتن گوش بی من گوش و گل موشیه بخی بکر که باید بیایی بخی سیهی نری خودی کنی گلی خود لله یک دیگه بیا برانم لله سابه کن ما برم پیش لله برو بخیده کوچی رو شروع میشود تا همسای ما نمیشوید لله برو آجامی همین بیام چیز برقام تشخیص بده تشخیص بده بلان همین چه کنه چه نمیشه میره کار چه کار میشه دیگه گیلک تو از خود کار روزگاری نداری چرا که مردم تو از کار می‌نزی می‌بینی از این برنامه اداری دارو از این برای گندم میدم تو از این صدا کردی که تو وقتی بیا اینجا بیای
تو بیا بریم من برقم تشخیص بده. که چه کاره تو جیغ میکشی؟ همین برق به تشخیص بده خاطر می رمضان حرام میخوره. چی تشخیص بده؟ غاز به برقه. قبض برقه؟ عباس جان این بیکاره 10 تا دیگر هم از کار میندازه. اگر کار داشته باشه برات دیگه پاله میگرده. چی میگه؟ من اینو غاز بده که تو سردل خیلی داری کاکا. من در کار برم که چی بگم تو بیا مدید. چی میگی گیلک تو؟ شما اصلا نمیفهمم تو چی میگی. چی بگم؟ تو تا دل گپ خوب بگو ما بفهمم. امی که تو نخوندی گفتی مگذره. حالا تو بیا که متا برق تو 2 ماه پیش. گیلا ها تو عمود افهم بیامدی مر بزرگ بدیش بودی تو بیا برو متا برق مار بخون. برفتم بخوندم نه تو قبول داشتی نه هم مدار رمضان خاله تو. بالا کم بیانه که بیا متا برق مار بخون. خب حروم میخورم. برو کاکا جی برو برات کار تو هم کار تو فهمیش می در بخش ما که دیگه تو بخو کاش میکنی می برو برات کار برو گیلا خوتی تو دیگه برو کساگی سگلیش نه سگیری شد برو اله کرد ما یک ساعت مزار صدا تو هم بیاری بیا بریم غاز به برق بخو 20 اما تو که میشن میدم. گیلا می محمود افو بخونو که چیکارش کدوم یک شما قبول کردین کوواله برم بخونو حروم نمیخورم اینا. و چی فهم کارم نمیخورم چه میتا چه بیارم مردا قربستان بیارم من. خمور رمضان که مجگا میخورن که دروغ نمیگه به تو. بابا دروغ میگه تو اون دفعه نگو اون یونانی میگه چه کاره. برو گیلک برو عمل کار میگه برو